دومی سفر کوری به ولایت سوخت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر استرافشان کارگاه استحصال بازیچه‌های بچگانه جمعیت دارای مسئولیت محدود عدل را به استفاده داده با امکانیت‌های کارخانه نوی صنعتی شناس شدند. اطلاع داده شد که انشاءات مذکور از جانب صاحبکار محلی منصور عمرов بنیاد گردیده به استحصال بازیچه‌های کودکانه مشغول میباشد. در مجموع در کارخانه 25 نامگاه محصولات صنعتی استحصال گردیده. افتتاح آن امکانیت می‌دهد که واردات این نماد محصولات از خارج کشور به تاجیکستان کاهش داده شود. در دایره دستگیری و توجه پرزیدنت مملکت نسبت به صاحبکاران امروز ما کارخانه مذکور را افتتاح کردیم که با استحصال بازیچه‌های کودکانه مشغول میباشند. در آینده هدف داریم که نامگاه محصولات صنعتی را با وصل خطهای نو استحصالی افزایش داده در تأمین بازار و محصولات خودی و تأسیس جایهای نو کاری حصه‌گذار باشیم. برابر دولت اطلاع دادند که این زمان در کارخانه عدل 70 نفر ساکن محلی اساساً بانوان صاحب جای کار دائمی و معاش خوب گردیدند. در مرحله دوم این نشان داد به 180 نفر رسانیده می شود. من رجب‌بایова مصنده تا این دم خانشین بودم. کارخانه مذکور به کار آغاز کردم. من صاحب جای کار شدم. ما بانوان برای ساختن و استفاده دادن کارخانه مذکور به پیشوای معظم ملت منتداری خود را بیان میکنیم. جمعیت دارای مسئولیت محدود عدل امکانیت دارد که در یک سال به مبلغ 12 میلیون سومانی محصولات استحصال نموده و بازارهای داخلی و خارجی به فروش برآورد. طوری معلوم گردید این زمان در کارخانه 8 نوع ماشینچه برای بازی کودکان، 2 نمود فایتونچه، 7 نوع گهواره و 10 نمود سه چرخه های کودکانه استحصال شده. در آینده حجم و نامگاه محصولات افزایش داده می شود. از جمله مسئولین نقشه دارند که استحصال دوچرخه و بازیچه های نسبتا کلان حجم را در حدود کارخانه به راه مانند. اطلاع داده شد که در کارخانه محصولات با استفاده اشیاء خام نوع اعلی استحصال گردیده به سلامتی کودکان بی‌ضرر میباشد. محصولات نهایی آماده گردیده در برابر تامین بازارهای داخلی همزمان چون محصولات صادراتی به بازارهای جمهوری‌های ازبکستان و قرقیزستان برآورده می شود. گفته شد که در مرحله دوم اینچنین استحصال اسباب‌های خرد برقی که طلبات به آنها خیلی زیاد است راه اندازی کرده می شود. محصولات ما این راهپیما می باشد، فوتونچه می باشد، سه‌چرخی بچگانه می باشد، هر گونه автомобیل نقلیاتی بچگانه می باشد و اینچنین گهواره می باشد. استحصال محصولات ما طلبگاه استاندارد بین‌المللی ایسو می باشد. صادرات یک چند نمودی محصولات رو سر نمودیم و محصولات صادر نمودی ما امروز با جمهوری ازبکستان و قرقیزستان روانه کرده شدیم و آینده ما نیت داریم که همین گونه محصولات خود رو صادرات نماییم با جمهوری قزاقستان، روسیه و اینچنین افغانستان. در کارخانه استحصال بازیچه‌های کودکانه موثرترین خطای استحصالی نصب گردیده است که این امکانیت می‌دهد محصولات با صفت بلند استحصال کرده شود. سروری دولت محترم امامعلی رحمان دستور دادند که در نوبت اول به صفت محصولات و به خطری آن توجه ظاهر کرده شود تا به سلامتی کودکان ضرر نرساند. تنها پس از سنجش دقیق لابراتوری محصولات به فروش برآورده شود. جمعیت دارای مسئولیت محدود عدل در دایره نقشه چهارمینی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر استرافشان بنیاد گردیده و فعالیت آغاز نمودن آن قدمی مهم در راه رسیدن به هدف چهارم استراتژی صنعت کنونی با صورت مملکت ارزیابی می‌گردد. در پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که 26 دکبر سال 2019 به مجلس عالی ارائه گردیده بود، صنعت کنونی با سرعت مملکت را هدف چهارم استراتژی اعلان نمودند. ما جوانان دوران استقلال شکرانه از آن میکنیم که در چنین دور آرام و آسایشته زندگی داریم و محض با دستگیری جناب عالی پیشوای ملت امروز ما صاحب جای کاری گشتیم. وعده می‌دهیم که در صنعت کنونی مملکت که هدف چهارم استراتژی اعلان گردیده است سهم ارزنده خود را گذاریم. باید قید کرد که در سال 2020 از جمهوری به مبلغ 174.6 دلار آمریکایی دوچرخه به مقدار 142 تن یا 10,139 دانه صادرات و به مبلغ 639.5 دلار آمریکایی به مقدار 551.7 تن یا 39,460 دانه دوچرخه وارد کرده شده است. یعنی افتتاح چنین کارخانه‌ها واردات محصولات را به کشور کاهش داده، صادرات آن را زیاد می‌نمایند.
پس از افتتاح کارخانه نوی صنعتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در بزم نوروزی ساکنان دهه جرقرغان دهات زرحلال اشتراک نموده با مسئول دسترنجی اهل زحمت از نزدیک آشنا گردیدند. در نوروزگاه ساکنان دهات مذکور و دیگر دهه‌های شهر استرافشان دسترخوان عیدانه آراسته نمونه هنرهای ملی را به نمایش گذاشتند. از جمله با تشکیل خوان هفت سین و هفت چین اشتراکچیان یکی از آیین‌های قدیمی جشن نوروز را انعکاس نمودند. همچنین از جانب بانوان صاحب ذوق شهر استرافشان سمنک، نوهای گوناگون نان، کلچقند و دیگر انواع خوردنی منظور اشتراکچیان کرده شد. امروز ما محصول دست هنرمندان استرافشانی را به معرض تماشا گذاشته ایم. از جمله محصول دست کدبانوهای استرافشانی که خیلی ماهر می باشند و همزمان خوراک‌های گوناگون را اینجا آماده کردند. از قبیل نان‌های گوناگون، فطیر، نان جزگین، پیازین، نان همزمان کلچه‌های گوناگون، قاطرمه‌های چویماقین و از جمله تورپخت، محک، قطلمه. هنرمندان استرافشان هنر خویش را از نسل به نسل به فرزندان خود می آموزانند و بسیار هنرهای قدیمه امروز از نو احیا گردیده ایستاده است و بسیار هنرهای قدیمه امروز از نو احیا گردیده ایستاده است. نوهای گوناگون آش پلو نیز در چهاربینی مذکور به نمایش گذاشته شده بود که هر کدام آن با شکل و اسلوب خاص و مهارت بلند آماده گردیده دارای طعم و لذت مخصوص بودند. هنرمندان محلی صنعت بلند آهنگری و چوب تراشی را معرفی نموده به سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای توجه دائمی‌شان نسبت به رشد هنرهای ملی اظهار منتداری کردند. از جمله وابسته به امتیازهایی که در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی به هنرمندان داده شده است، اهل هنر شهر استرافشان و پیشوای ملت اظهار سپاس نموده این تصمیم را عامل اساسی رشد هنرهای ملی در مملکت ارزیابی نمودند. با نمایش گذاشتیم دسترنج دانشجویان کالج هنرهای مردمی زیاده از 360 هنر ما به نمایش گذاشتیم، زیرا که 10 سال قبل از این جناب عالی همین مؤسسه را تأسیس دادند. امروز می‌خواستیم که این هنرهای والایی که ایجاد دانشجویان است و مرز پیشوای معظم ملت گذاریم. در بزمگاه نوروزی همچنین نوهای گوناگون میوه‌های خوش‌طعم که ثمره حاصل باغ‌های حدود شهر استرافشان میباشد به نمایش گذاشته شد. اهل زحمت از رشد باغ و تاک‌پروری و افزایش صادرات آن به دیگر دولت‌ها اطلاع دادند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نوروز جهانی را به اشتراکچیان بزمگاه عیدانه تهنیت گفته به آنها مصلحت دادند که هنر و سنت‌های نیاگان را به نسل نورس و جوان همه‌جانبه آموزانند. سپس سرور دولت در جمعیت دارای مسئولیت محدود عدل از نمایش چاروای کلان ذاتی و شترمرغ دیدن نمودند. ابراز گردید که جمعیت مذکور فعالیت چاروا پروری را به تازگی راه اندازی نموده، اساساً چاروای کلان ذاتی برای استحصال گوشت پیش بینی شده نگاه بین می نماید. این زمان در خواجگی 50 سر چاروای کلان ذاتی پرورش می یابد. گوشت خوش صفتی که در خواجگی استحصال می گردد در بازارهای داخلی به فروش برآورده شده، با فراوانی محصولات و تنظیم نرخ‌ونما در بازارها مساعدت می کند. اطلاع داده شد که دوام چند سال اخیر ساحه چاروا پروری در شهر استرافشان رشد کرده، همساله سرشمار چاروای خرد و کلان در خواجگی افزایش می‌یابد. از جمله در دایره تطبیق برنامه رشد ساحه چارواپروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2022 در شهر استرافشان سرشمار چاروای خرد به 105648 سر رسیده، سرشمار چاروای کلان 55439 سر را تشکیل می‌دهد. طور معلوم گشت مسئولین خواجگی مذکور هدف دارند که در کوتاه‌ترین فرصت فرم نوی چارواپروری بنیاد نموده، سرشمار چاروا و استحصال گوشت را افزایش دهند. همزمان خواجگی پرورش شترمرغ را برای مانده، این زمان سرشمار آن در خواجگی به 100 سر برابر است. پرورش این نوع مرغ از لحاظ درآمدناکی منفعت آور بوده، هر کدام آن میتواند از 80 تا 100 کیلوگرم گوشت پرهیز دهد. از این رو مرحله به مرحله در جمعیت مذکور پرورش شترمرغ زیاد کرده می شود. یک تخم شترمرغ از 1 تا 1 کیلوی 700 گرم را تشکیل می دهد، برابر به 25 تخم مرغ خانگی. برتریتش در آن است که برای کسلی‌های دیابت قند و درد استخوان دارگی دارند. گوشتش برای کسلی‌های دیابت قند
бисёртар барои диабети қанд ва мушакҳо, дарди буғум мушакҳо ҳатто дар манбаъҳо омадааст ки барои норасогии ёд низ истифода мебаранд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хоҷагидорон барои рушду парвариши дурусти чорвои калон ва шутурмурғ маслиҳатҳои муфид дода дастур доданд ки ҳамасола саршумори чорво ва истеҳсоли гӯштро афзоиш диҳанд.